سلام، خدا ایلیا گیمینگ هستم. امروز اومدیم با داستان اسنو وایت اند سون داورز درس 2 سفید برفی و 7 کوتوله درس دوم صفحه 12. The name of God. At last the last man said. مرد شکارچی گفت listen گوش کن Snow White. Listen Snow White. گوش کن سفید برفی. The queen said that I must kill you. ملکه به من گفته بود که باید تو را بکشم. But I can't do it. ولی من نمیتوانم این کار را انجام بدهم. Run Snow White. فرار کن سفید برفی. Run forever into the forest. از جنگل فرار کن. And do not come back to the castle. و به قلعه برگ نگرد. The last man killed a deer and took its heart. مرد شکارچی یک دانه گوز را کشت و قلبش را برگرداند به ملکه. I will take his dear heart and back to the queen. من قلب این گوز را برمیگردانم به ملکه. He took it and I will tell her that Snow White is dead. تا سفید برفی مرده باشد مثلا نابد خرید نمیفهمید. Snow White was alone and almost she ran target the forest. She ran all day. Now it was late and she was afraid. بله سفید برفی در جنگل تنها بود. اون هر 24 ساعت فرار میکرد. دیگر داشتیم شو بچه اینو یه دقیقه من حتی این کاخ رو میبینید. اون کاخ مال اینا مال ایناست. The forest was full of strong noises. جنگل پر از صداهای وحشتناک است. She knew that there were wild animals there. او با خودش فکر کرد جنگل جای حیوانات وحشی است. اینجا حیوانات وحشی زندگی میکنند. But they did not want to come near her. ولی سفید برفی را نکشتند. At last Snow White come out of the forest. بالاخره سفید برفی از جنگل فرار کرد. She saw a mammoth and at the foot of mammoth she saw a little house. او یک کوه را دید و در پایه کوه یک خانه دید. خانه کوچکی نه. I'll go and knock on the door. سفید برفی با خودش فکر کرد که بروم و در این خانه را بزنم. Then paper is a kind person will help me. شاید یک آدم مهربان در را باز کنند و من کمک کنند. Hello سلام. شیکالی سفید برفی میگوید. But there was no answers. ولی هیچکی جواب نداد. It was almost dark now. هوا داشت کم کم تاریک میشد. So she opened the door. سفید برفی در را باز کرد. Inside the front was very small. مبلمان خیلی کوچیک بود. And there were 7 of everything. و از همه چیز 7 تا بود. 7 little chairs and 7 little beds. 7 تا تخت کوچک و 7 تا بشقاب کوچک. بشقاب غذای کوچک. 7 little children. بچون چه من گاتی دارم میکنم و بعد هم 7 بود. 7 little chairs and 7 little beds. 7 تا صندلی کوچک و 7 تا تخت کوچک. There were 7 little cups on the table. و 7 تا فنجون کوچک روی میز. And 7 plates of food paper. 7 little chairs. و 7 تا بشقاب غذا. Paper 7 little children live here. سفید برفی با خودش فکر کرد که اینجا 7 بچه کوچک زندگی میکنن. تا گرد اسنو سفید برفی با خودش فکر کرد. But where are they? ولی آنها کجان؟ Snow White was very hungry. سفید برفی خیلی گشنه بود.
but she didn't want to take someone dinner. ولی نمیخواست از غذای یک نفر بردارد. So she ate a little from each plate. از هر بشقاب یک کوچولو برداشت. And she drank a little from each cup. و از هر فنجون یک هم نوشید. Then she went upstairs and fell asleep on three of the little beds. و رفت طبقه بالا و در 3 تخت خوابید. The house belonged to 7 dwarfs. خانه متعلق 7 کوتوله بود. Every day the dwarfs went to the monument and looked for gold. هر روز کوتوله ها می رفتند به کوه و در حال جستجوی طلا بودند. That night they finished their work and come home. شب کار آنها تمام میشد و برمیگشتند به خانه. Someone has eaten from our plates. کجا بودیم؟ Some fancy eat from our plates and drink from our cups. Said one. یکی از کوتولا گفت یکی از بشقاب‌های ما غذا برداشته، غذا خورده و یکی از همه فنجون ها من نوشیده. Papers it was a mouse. بقیه گفتن شاید یک موش بوده. Legend orders. بقیه خندیدن. Come on بیایید. Let's take off our boots and sit down to it. بیایید چکمه هایمان را در بیاریم و بشینیم تا غذا بخوریم. Then the youngest dwarf called it from upstairs. یکی همان وقتا یه نفر پیر از سردسته کوتوله ها گفت از طبقه بالا صدا زد Come quickly everybody. همه سریع بیایید. Come on and see. بیایید و ببینید. There is a young girl asleep or bed. یک دختر جوان در تخت ما خوابیده. She's very beautiful. خیلی خوشگل است. چی شد؟ بله خیلی خوشگل است. بچه‌ها امیدوارم از این درس لذت کافی برده باشید. لایک، کامنت، دنبال یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه شما رو خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یارو.